با سلام، وقت بخیر. دکتر فائزه حلیمی، جراح زنان. سوالی که پرسیده شده این هستش که کولپوسکوپی و بیوپسی چه روش تشخیصی هستش و در واقع چه زمانهایی نیاز به انجام این تست داریم. کولپوسکوپی در واقع یک روش تشخیصی هستش که ما از وسیله به اسم کولپوسکوپ که در واقع یک لنز دوربینی هستش استفاده می‌کنیم و با استفاده از این دستگاه میایم دهانه رحم، واژن و ولف رو مورد بررسی قرار میدیم و در واقع تصویر رو خیلی اوقات هم میتونیم روی مانیتور منعکس کنیم و از داخل مانیتور این نقاط رو مورد بررسی قرار بدیم. معمولاً در مواردی که پاپ اسمیر غیر طبیعی باشه یا HPV های ریسک گزارش بشه یا اینکه خونریزی‌های طولانی مدت غیر طبیعی وجود داشته باشه که در واقع علتش نامشخص باشه یا اینکه در واقع ترشحات واژینال طولانی مدت که به درمان‌های دارویی جواب نمیدن وجود داشته باشه، نیاز به انجام این تست هست که در حین انجام این پروسیجر در واقع پزشک میاد از 2 محلول اسید استیک و لوگول استفاده میکنه و تغییرات سلولی که در اثر این محلول ها روی دهانه رحم ایجاد میشه رو در واقع زیر این لنز دوربینی مورد بررسی قرار میده و از جاهایی که به نظر غیر طبیعی هستن و تغییر رنگ‌های خاصی توی بافت ایجاد میشه نمونه برداری یا همون بیوپسی انجام میشه و بیوپسی ها ارسال میشه برای آزمایشگاه تا در واقع از لحاظ مراحل پیش سرطانی یا سرطان دهانه رحم، واژن و ولف مورد بررسی قرار بگیره. ممنون بابت همراهیتون.